حتما برای شما هم سوال شده که چرا بعضی از آدم‌ها پول در میارن ولی انگار اون پول توی دستشون آب میشه. هر چقدر پول بیشتر در میارن، خرجاشون به همون نسبت بیشتر میشه. یه مشکلی پیش میاد، یه اتفاقی براشون میفته که مجبور میشن که اون پول رو یه جای هزینه کنن و معمولا این آدما پول رو برای ناخواسته هاشون خرج میکنن و هزینه میکنن و هیچ وقت پولی تو دستشون نمیمونه. به اصطلاح انگار پولشون برکت نداره. ولی در مقابلش ما خیلی از افراد رو دیدیم که شاید درآمدشون کمتر باشه ولی پولشون با برکت تره. رازش چیه به نظرت؟ توی یک آیه قرآن که توی این ویدیو قرار در موردش صحبت کنیم، یک پاسخ خیلی خوبی خدا داده به این سوالی که توی ذهن ما پیش میاد که چرا آدمایی که پول کمتر در میارن ولی اون پوله رو توی شادی هزینه میکنن، برای رشد هزینه میکنن، برای احساس خوب خرج میکنن و به اصطلاح اون پوله داره بهشون خدمت میکنه و اون پول با برکت هست براشون. اگه توی حوزه توسعه فردی کار کرده باشی و آشنایی داشته باشی، حتما شنیدی که پول از بیرون نمیاد، از آسمون نمیفته، پول از درون ما میجوشه. یعنی هیچ ارتباطی به شرایط بیرونی و عوامل بیرون از ما نداره. کاملا وابسته است به عواملی که درون خود ما هست، به ذهنیت درست ما و به اقدامات درست ما، که اگر این دوتا درست باشه میبینی که هم پول بیشتر در میاری و هم پولت با برکت میشه. بریم اون یک آیه‌ای که گفتم رو با هم بررسی کنیم و توضیحاتش رو بهتون بگم. توی آیه 37 سوره سبا خداوند می‌فرماید و اموال و فرزندان شما نیستند که شما را به ما نزدیک می‌کند مگر آن کس که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. برای آنان دوچندان پاداش است به سبب کارهایی که انجام دادند. آنان در غرفه‌های بهشت در امانند. همون موضوعی که قرار تو این ویدیو در موردش صحبت کنیم، بحث ایمان و بحث عمل صالح. ایمان یعنی همون ذهنیت درستی که ما نسبت به پول داریم و پول در آوردن داریم، نسبت به خدا داریم، نسبت به خودمون داریم. و عمل صالح اون اقدامات درستیه که از درون اون ایمانه میجوشه. یعنی تا زمانی که اون ایمانه و اون باورهای درست نباشه، عمل صالحی هم در کار نخواهد بود. یعنی باوری درست ما نسبت به پول، نسبت به خودمون و اقدامات درستی که از دل همون باورها میجوشه. مثلا اگه ما باور داشته باشیم که روزی دست خداست و تنها منبع روزی رو خدا ببینیم، دیگه لازم نیست که جلو کسی خم و راست بشیم، دیگه لازم نیست که چاپلوسی کسی رو بکنیم، دیگه لازم نیست برای اینکه یک معامله رو بجوشونیم به اصطلاح بخوایم دروغ بگیم، بخوایم فریب بدیم یا بخوایم کیفیت کارمون رو بزنیم و از اون ور قیمت رو بیاریم پایین و بتونیم محصول بیشتری بفروشیم. اصلا لازم نیست این کار رو بکنیم. کار با کیفیت انجام میدیم، اون کار رو با نیت خدمت انجام میدی و میدونیم که منبع روزی خداست. اگه من باورهای درستی داشته باشم و اقدام درست انجام بدم، پول میاد. چون تنها روزی رسان خدای، نه بقیه، نه آدم‌ها، نه مشتری. وقتی که با این ایمان درست صادقانه کار کنی و با نیت خدمت کار کنی، اون موقع میشه عمل صالح. و توی قرآن هر جایی که بحث ایمان میاد در کنار عمل صالح میاد. یعنی کسی میتونه بگه که من ایمان دارم یا من باورهای درستی دارم که داره کار درست رو انجام میده. اگه یک فروشنده‌ای برای اینکه بفروشه داره دروغ میگه به مشتری، نمیتونه بگه من ایمان دارم، چون عمل درست رو انجام نداده. زمانی میتونی بگی ایمان دارم که عمل درست رو انجام داده باشی. اگه ایمان داشته باشی که منبع روزی تو خداست و نه یک مشتری خاص، دیگه لازم نیست با هر قیمتی مشتری رو راضی نگه داری یا با هر قیمتی بخوای به اون مشتری بفروشی. تو تمرکزت رو میذاری که کار صادقانه انجام بدی، با نیت خدمت انجام بدی و اون موقع است که میبینی که مشتری‌ها از بی‌نهایت طریق وارد کسب و کارت میشن. اما وقتی ذهنیت غلطه و به این فکر میکنی که هر جور شده باید بفروشم یا فقط به فکر سود خودتی، اون موقع است که دیگه نمیتونی عمل درستی انجام بدی، اقدام درستی نمیتونی انجام بدی و اون پول بی برکته. نه لذتی توی مسیر به دست آوردنش هست، نه اون پول با برکتیه که باعث رشد تو بشه و در زمینه خواستهات و لذت و رفاه تو خرج بشه. اما وقتی که ذهنیتت غلطه و فکر میکنی که هر جور شده باید بفروشم یا فقط به فکر سودتی و اصلا به فکر خدمت نیستی، اون موقع حتی اگه زیادم پول در بیاری اون پول بی برکته، چون از مسیر درست در نیومده، چون انرژی پاکی پشتش نیست، چون باور درستی پشتش نیست. یه مثال ساده بزنم.
فکر کنید که یک نفر مدرس توی هر حوزه‌ای داره تدریس میکنه. اگر این به فکر این باشه که من چجوری کیفیت کارم ببرم بالاتر و به فکر نتیجه گرفتن دانشجوهاش باشه و شاگرداش باشه و به دنبال آموزش درست باشه، اون پولش پول بابرکتیه. شاید خیلی هم ظاهرا درآمد خیلی صعودی و آنچنانی نداشته باشه، ولی همون میزان درآمدی که داره بابرکته. اما در مقابل یه مدرس دیگه به نیت این ممکنه آموزش بده که به هر طریقی شده آموزشاشو بفروشه. نه اون پولیه که در زمینه رشد و احساس خوب و در زمینه خدمت به تو هزینه بشه و نه حال خوب و رشد رو بر تو میاره. پولیه که فقط اومده و خیلی سریع هم از زندگی میره. پس برکت از آسمون نمیاد، برکت از درون ما میجوشه، از ایمان و عمل صالح ما، از ذهنیت درست و اقدام درست. ذهنیت درست میتونه این باشه که فقط خدا رو منبع روزیت بدونی. اقدام درست میتونه این باشه که با نیت پاک و صداقت و نفرسوندن به دیگران خدمت کنی و واقعا به فکر خدمت باشی، نه فقط به فکر اینکه پول در بیاری. خدا بارها توی قرآن گفته که کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده برکت بهش میده، پاداش چند برابر بهش میده. پس اگه میخوای که پول زیاد بشه، هم ذهنیتت رو درست کن و هم اقداماتی که داری انجام میدی که اگر ذهنیت درست باشه خود به خود به سمت رفتار درست و اقدام درست حرکت میکنی و اون پول میشه پول بابرکت. یه مثال دیگه ای بزنم. یک مدیر رو در نظر بگیریم که خیلی بد اخلاقی میکنه با کارمنداش، با قر حقوق کارمنداش رو میده و با حس بد هم داره پول میسازه. این قطعا اون پولش پول بی برکته. در مقابل ممکنه کارمندی باشه که صادقانه کار میکنه، درسته که ممکنه درآمد خیلی بالایی نداشته باشه ولی قطعا پولش پربرکته. چرا؟ چون داره صادقانه کار میکنه و باورهای درستی داره نسبت به پول داشتن، نسبت به پول در آوردن و نسبت به پول خرج کردن. در مورد همش باورهای درستی داره صادقانه هم کار میکنه، یعنی همون ذهنیته و اقدام درست یا همون ایمان و عمل صالح. در نهایت پولش هم پول بابرکتیه. میتونه یک کارمندی هم باشه که تایمو بزنه، کارشو خود درست انجام نده، کارمنده با کار کنه، صادقانه کار نکنه برای مدیرش و قطعا اون پولی که اون کارمند به دست میاره در مقابل کارمندی که داره صادقانه کار میکنه برکت کمتری داره. پس یاد بگیریم که هم با عشق پول بسازیم، هم با باور درست پول بسازیم و هم خدمت درستی رو ارائه بدیم برای اون پولی که داریم دریافت میکنیم و مطمئن باش که اون پول با برکت میشه. در مقابل باید با عشق هم پول خرج کنیم. با عشق پول خرج کنن یعنی چی؟ یعنی وقتی که خرج میکنی نه ترسی، نگران نشی، باور کمبود نداشته باشی، بدونی که خدا رزاقه و باز چند برابرش رو به زندگیت میاره، به شرطی که باور درست داشته باشی و اقدام درست رو انجام بدی که چند بار توضیح دادم دقیقا با مثال‌های مختلف که باور درست و اقدام درست چی هست. تو زمینه پول خرج کردن هم میتونیم پول خرج کردن رو به عمل صالح تبدیل کنیم. چجوری؟ با استفاده درست از اون پولی که داریم و با احساس خوبی که موقع خرج کردنش داریم. این دوتا اقدام میتونه کمک کنه که پول خرج کردن رو هم به عمل صالح تبدیل کنیم. در مورد اینکه چه تکنیکی باعث میشه که 700 برابر بشه درآمد ما توی ویدیوهای قبلی صحبت کردم. انتهای صفحه برات میاد و یک پلیلیستی هم میاد که تکنیک های قانون جذبی برای جذب ثروت رو توی این پلیلیست گفتم. دوتاش انتهای صفحه میاد. قبل اینکه ویدیو رو ترک کنی، اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی لایک کن. توی کامنت ها بنویس که از کدوم شهر زیبا همراه من هستی. مرسی که همراه همین. لایک ویدیو یادت نره و اگه برات مفید بود خسیس نباش و با دوستاتم به اشتراک بذار. روز شبتون بخیر.